که جواب اینه به سمع شما برسانم، از همین شروع میکنیم. السلام علیکم برادر عزیز حاجی میرزا. 4 ماه پیش در قشلاقی خواجه علی شاه ناحیه مومن آباد یک خواهر اسلامی ما در سین 17 سالگی از کسل سخت کوتاه مدت از دنیا گذشت. وی دختری با حجاب، قرآن خوان و نماز خوان بود. همین مبلغ پول را وی در دوره صحتی خود برای خریدن حجاب اسلامی جمع کرده بود. الحال همینجا 30 سامانی هم روان کردگی در داخل همین خط بود است. همین سوم برای خریدن حجاب اسلامیش این خواهر جمع کرده بود است. بعد وفات او پدر و مادری که مخلص امر معروف شما می باشند و خلاصه آمدند که این پول را شما در آبادانی مسجدتان استفاده کنید و برای آنها و فرزندانشان دعای خیر کنید. حاجی محترم، از سببی که این پدر و مادر یک عقیده خوب اسلامی دارند، برای فرزند خود پنجشنبگی نمی کنند. شما بعضی زنهای دهه خواب می بینند که گویا دختری آنها در قبر گرسنه باشد. بگوید آیا از نکردن پنجشنبگی مرده در قبر گرسنه میماند یا نه؟ التماس در همین جمعه جواب دهید، زیرا آنها منتظر جواب و دعای شما می باشند. با احترام زیاد، مخلصان شما از دهه خواجه علی شاه ناحیه مومن آباد. اولا دعا کنیم که خدای مهربان این خواهر اسلامی را روحش شاد و قبرش خدای مهربان پر نور بگرداند و جمیع فتنه های قبر، جمیع وسواس ها را از داخل قبر این خواهر دور بگرداند و قبرش را بر روضه از روضه های جنتش خداوند مبدل بگرداند. آمین یا رب العالمین. البته در قبر اون زنهایی که خواب میبینن که گویا که این زن گرسنه باشند، من با طریق اولا باور کنین در نزد همه شما میگویم که همون زنهایی که خواب میبینن اونها همه دروغگو هستند. هیچ کدام اونها خواب نمیبینن. این دخترهای بی حیایی که برده میخواباننشون در قبر، چرا اونها را خواب نمیبینن که در دوزخند؟ دختری با حجابی که از دنیا گذشته است، فقط با نکردن پنجشنبگی نخواه که وی گرسنه باشد. این تهمت ها و این شکم پروری ها را بس کردن لازم. پنجشنبگی در یگان ورق کتابی که از جانب پروردگار آمده باشد، چه قرآن، چه احادیث های پیغمبر، چه کتاب های مذهبی که ما داریم، در هیچ کدام او یاد کردگی نیست. من برای چی این قدر پنجشنبگی ها را و دیگر خیر احسان های زیادتی که به گوش شما رسانیدم، من به خاطر چی رسانیدم؟ اگر چنده که قوت یک نفر از من نمی رسد که مثال پیشگیری این معرکه ها را کنم، اگرچه مرا بعضی ملاها من حتی ملامت میکنن که تو به این کارها نرس، لیکن مقصد من این است که شما فهمین برادرای عزیز و برادران مهربان، این میکروفون دائم در دست من نیست. یک روز نه یک روز این میکروفون از دست ما هم میگیرن، زیرا خیلی حسودا و خیلی بخیل ها و خیلی آدمای کوتاه نظر زیاد است. لیکن من به سمع شما میرسانم که پنجشنبگی گفتگی در کتاب ها وجود ندارد. اسلام ملامت نکنین که تا که در فکر شما نگذارد که همین معرکه ها را اسلام در گردن شما بار کرده باشد. این معرکه ها در گردن ما و شما اسلام بار نکرده است، مگر اینها را ان همین گونه زنهایی که خوابهای دروغ میبینند ان همینها بار کردگی هستند. اسلام ما و شما چی در قرآن چی در احادیث های پیغمبری خدا آمدگی است. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدایی که شما را آفرید، خدایی که به شما حیات داد، خدایی که به شما تمام نعمت دادگی هست، فقط از شما آسانی میخواهد.
ولا یرید بکم العسر، پروردگار میگوید با این قدر بزرگیم، با این قدر عظمتم، من از شما مشکلات طلب ندارم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بندم پروردگار میگوید از قوتش زیاد دیده تکلیف نمیکنم. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. حدیث پیغمبر است، من در بین شما بهر چی آمدم؟ تا که در بین شما آسانی را جاری کنم. من از مشکلات با آوردن بالای شما به این مقصد نآمدم. یعنی اسلام همه وقت آسانی را از ما و شما میخواهد. دارد ندارد باید که ما و شما با سرداری همان ملاهای محله مان و کسی نباشد در گردن اون کس بار میکنیم و رفته 5 کس و 10 کس نانی هم را خوردن میگیریم. وای دارد ندارد برای ما فرقی ندارد. الحال در همین محله ما یک جنازه میارن، انشاءالله بعد جمعه جنازش میکنیم. بابای فیض‌الله را خدا رحمتش کند، همین جا 1 سال ناگذاشته جنازش کردیم. الکی زنش از دنیا گذشتند. در 1 سال اولی پنجشنبهگیش بود ناشیده باز اینش آمد. چیکار کنن این بیچاره ها؟ قرض کنن همین شکم ما و شما را سیر کنن؟ کدام وقت همین رحم و انصاف و همین ایمانداری در ما و شما بیدار میشد؟ کدام وقت؟ اگر انما المؤمنون اخوتون باشد، خداوند در قرآن میگه همه شما برادر یکدیگر هستین. برادر باید غمخوار یکدیگر باشد، گوشت یک برادر را نخورد. آخه مشکلات بالا یک برادر همسایش نیارد. ما برادر انمی مناش نیست، بیچاره ها ندارن، شرایط ندارن. این حالت باید که تمام همون کسانی که گپ گذر هستند، سخنهاشون در آن محله هاشون میگذرند، اونها باید قرار ننشینند، باید کاری کنند که همون خاندان هم من کنند، گویان از این خیر احسانی که تو کرده ایستاده‌ای با یک طریق خیلی دشواری که نداری در این تو گناهگار میشوی، تو ثواب نمیگیری. اما و شما که الحمدلله با قرآن ایمان آوردیم، با حدیث های پیغمبر ایمان آوردیم. پیغمبر ما و شما چی میگوید؟ ابدا بنفسک فتصدق علی. ای انسانی که تو امروز صاحب دولت شدی، کدام به همه شما مراجعت است از پیغمبر. وقتی پولدار شدی میگوید نفسی خود تسیر کن، لباس بخر به بدنت، شکم تسیر کن، فان فضول شیء فلاهلک. وقتی که بدنت سیر شد، شکمت سیر شد، باز اگر پول در دستی تو که باقی ماند، زن و فرزند تسیر کن. پیغمبر خدا امر دارد. سیر کرد، لباس ها خریدم، شکم سیر کردم، شکمی زنم سیر شد، بدنش پوشیده شد، فرزندام تامین شد، باز اگر در پول در دست من که ماند، باز پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید باز بعد این به خویش و تبار یاردم کن. خویش و تبارم که تمام شد، این حالت و ها کذا و ها کذا گفتم پیغمبر، انا مرحمت بد خیر در بیرون کردن بگیر. امروز ای بیچاره ندارد شرایطی که همون شکمی خودش سیر کند. از کجا شکم ما و شما را سیر کرده میتونه؟ هر کدامت همین خلاصه از دسترخوان خانت ببرار. این گونه امرها در اسلام آمدگی نیست. ملامت نکنید. خوش به حال همون خواهری که اگر یک بدعت من کرده باشد، خوش به حالش. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه مخلصان شما از دهه بولیان پایان ناحیه دنقره از شما خواهش داریم با سوالهای ما پره جواب دهید. بسیار ضرور است. سوال یکم، شخصی به مبلغ $1000 قرض بگیرد و از بین 1 سال گذرد، زکات پول را شخص قرض گرفته میدهد یا شخص قرض ده؟ از بولیان پایان ناحیه دنقره خداوند در هر قدمشون حسنات بنویسد که امروز ما با اونها با زیارت داشتیم که از اونجا خیسته به این نمازهای جمعه ما با عدد خیلی زیاد می آیند. اگر یک مرد از من قرض می گیرد $1000، من اون را قرض می دهم، 1 سال از بین گذشت،
از بین گذشتن در دوام 1000 سال $1000 که در دست من بود، من با او قرض دادم، الکی زکات واجب می شود. همون زکات باید که البته آدم پولدار پول دادگی می دهد، آدم قرض گرفتگی نی. اگر من به او $1000 نه $10,000 هم که می دادم، وای صاحب نصاب نیست، وای صاحب ملک نیست. اون $10,000 مالی من است، مالی وای نیست، او مال قرض است. او چگونه باز مثال زکات میدهد؟ زکات به آدم بای، به آدمی که قرضدار نباشد به او واجب است. به آدم قرضدار چگونه وای زکات میدهد؟ خودش وقتی که قرضدار باشد. اگرچند من در دست مردم $10,000 هم که داشته باشم، انا همون پولهایی که در قرض در دست مردم است از وای باید که زکات دهم. این معنای را ندارد که پولی من در دست مردم قرض است و من از اینها باید زکات ندهم. باید زکات دهی. انشاءالله من یک جمعه در باب زکات، فضیلت زکات، مانع زکات با شما صحبت میکنم. امروز الحمدلله من یعنی باوری دارم که الکی خیلی پیشروی در مالداری در مردم ما پیدا شده است. الکی بچهای به دولت زیاد شدگی هستند، مالدارها پیدا شدن الکی. باید که این نعمت پروردگار است، وقتی که بر تو که دادش باید حق زکات جدا کنی. اونقدر مبلغ کلانی در گردن ما و شما بار نکردن، از $1000 $25 قدر مبلغ کلانی نیست. در یک سال یک بار بده. لیکن اگر ندادی، پیغمبر خدا میگوید لا صلاة لمن لا زکات له. اگر شب و روز تو نماز تهجد خوانی، اگر شب و روز تو روزدار باشی، اگر هیچ جمعه را تو ترک نکنی، لیکن بازم این دولت داری و زکات نمیدهی، این عبادت ها تا پروردگار قبول نمیکند. زیرا در هر یک آیت قرآن اقیم الصلاة و آتوا الزکات آمده است. نماز بخوان و زکات بده. در هر یک ورق قرآن وقتی همین اقیم الصلاة آمد، برپا کن نماز را، از پس حتمی آمدگی است و آتوا الزکات، زکات بده. از زکات قنطره الاسلام، پیغمبر میگه زکات این یک کوپروکی هست. از این طرف مردی مسلمان می ایستد، از این طرف اسلامش می ایستد. انا همین زکات خودش پیوست کننده آدم به اسلام است. اگر مادام زکات نمیتی، اسلام بر تو هیچگاه چسبننده نیست. زکات به نهایت مهم و ضرور است. کدام از شما دارین مستحقا هست، دادرها تانتین، فقط پدر و مادر مستحق زکات نیستن. یعنی من اگر مالدار باشم به پدر و مادرم زکات دهم، زکاتم درست نمیشود. یا پدر و مادرم به دولت باشم، فرزنداش اتحاد، این از زکات حساب نمیخورد. لیکن فقط بین خواهرها و بین دادرها و بین اپا و خواهر و بین اکه و خواهر، اینها دادن زکات درست است. اگر اینها احتیاج داشته باشند، نداشته باشند، در همسایه داری هامون در مسئله میگوید حتی اگر در محله آدم مستحق کم بغل باشد، تو زکات گرفته دیگر محله بری، در این حالت در همون زکاتی تو کراهیت است، ثواب وجود ندارد. دوم، در گذرگاه مردم که از آنها زنها و مردان گذر میکنند نشستن چی حکم دارد؟ در آخر در حق ما مخلصان دعا کنید. یعنی در گذرگاهی که مردم می نشینند، قد راهی که مردم گذر است، اگر در آنجا یک طایفه مردها یا طایفه زنها نشینند، این در اسلام چی حکم دارد؟ پیغمبر خدا میگوید ایاکم والجلوس علی الطرقات فان ابیتم فاعتوا الطریق حقها الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و غض البصر و رد السلام. حبیب خدا گفتند ایاکم والجلوس علی الطرقات، امتان من بر شما باد که در قد راهی که مردم گذر است ننشینید. راهی که مردم گذر است، راهی که مردها و زنها میگذرند، اون مکان برای خود جای نشست قرار ندهید. بس اگر گفت پیغمبری خدا دلی شما قرار نگرفت و در همون قد راه که نشستی، باید که حق راه را شما ادا کنید. حق راه 4 چیز است. کدام شما اگر از عهده این 4 چیز میبرایین در قد راه نشینید؟
لیکن اگر نمیبراین قد راه را ترک کنین که پیغمبر خدا شما را خطاب دارد، ننشینین در قد راه. یکم، وقتی در قد راه می نشینین امر معروف و نهی منکر کنید. امر معروف فقط و نهی منکر باشد. یکم امر معروف، دوم نهی منکر. سوم و غض البصر، سوم چشمهاتون بسته کنین. چشمهاتون بسته کنین که یعنی مردم غیبت نکنین. مردم هایی که به پیش شما میگذرند به آنها هر گونه از تاریخ آنها ورق نزنین. و رد السلام، چهارم حقی که در گردن انسانی که در قد راه می نشیند جواب سلام گفتن است. اونا که سلام دادن تو با علیکم السلام باید بگوی. از دست کدام شما این چهار حقی را اگر براید، مرحمت قد راه را برای خودتان اختیار کنید. و الا اگر شما در قد راه نشستین و این چهار عمل اگر یکیش ترک کردین، پیغمبر خدا به شما خطاب دارد که قد راه ننشینه که گناهکار میشوید. من باوری کامل دارم که اون کسانی که در قد راه می نشینند یکی از این چهار ادا کردن میتونن. کدام اونها امر معروف میکنن، کدام اونها نهی منکر میکنن. در اونجا نشستن بغیر گپ‌های بیهوده و بغیر دشتام و بغیر غیبت دیگر چیزی وجود نداره. افسوس که امروز بسیار باور که این بی مدنیتی ما و شماست که در همون قضای راهی که ما و شما میگذاریم در محله داریمان، همون زنها، اصلا زنها قد راه دا بسیار می نشینند. میبینید توده مرد، زنها 3 کس 4 کس، گفتی همون عادی ما و شما هم چنبر زدگی نشستگی است، با پیشش 10 مرد میگذرد، باور کنی حتی نمیبیند که با پیشش کی میگذرد. ذره حیا و شرم در وجودش نیست که یک مرد که گذشت از جاش خیزد، یا همون شوهری که دارد اونقدر دلاوری نمیشود که همون قد راه در کجا میشینی، در خانه در فرزند تربیه کن، یک کاری خانه را انجام بده، قد راه کجا جای نشستی تو است آخر. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. من یک رفیق دارم که اپای او در حکومت کار میکند و من التماس کرد که این سوال را به شما عرضه کنم. این زن صاحب 3 فرزند می باشد، 1 پسر و 2 دختر. این زن از ایام مکتبی نمازهایش را تا به حاضر می خواند. این زن بسیار زنی خدا ترس و خداجو می باشد، زنی بسیار زیبا می باشد. در حالت مستی شوهرش این زن را 3 طلاق می کند. سحر روز می شود، زنش می گوید که تو همین خیل کار کردی. این مرد می گوید که من هیچ چیز را یاد ندارم، تو تهمت می کنی. این زن نمی خواهد که کودکهایش را یتیم کند. یگان علاجش هست یا نه که من دائم در فکر هستم. از این کار 6 ماه گذشته است. التماس این سوال مرا جواب دهید. با احترام، یک زن سیاه بخت. یعنی مسئله طلاق مسئله من نیست، زیرا که در این باب ما چند بار بعضی مسئله ها دا فتوا دادیم، بعضی شورش ها هم خیست، بعضی نافهمی ها هم پیدا شد. لیکن این خواهر عزیز الکه 6 ماه گذشتنده که مراجعت نکرده باشد، چگونه زنی خدا ترس است؟ چگونه زنی خداجو است که 6 ماه از طلاق کردن شوهرش گذشت، بار هم مراجعت نکرده است؟ اگر این زنی خدا ترس میشد، میلش خدا ترس باشد، شاید خدا ترس باشد، شاید اگان چیزی مانع شده باشد، لیکن زنی خدا ترس میشد همون سحر باید که مراجعت میکرد اگر حیات حلال و پاکیزش میفاری. یعنی در حالت مستی طلاق کردن نزد مذهب ابو حنیفه طلاق واقع میشود. در حالت غضب نزد مذهب ابو حنیفه طلاق کنه طلاقش واقع میشود. چی در حالت مثال عرق نوشی باشد، چی در حالت بنگ باشد، چی در حالت کدام نمودش که نباشد، در نزد مذهب ابو حنیفه اکراه مجبورن، اگر مجبورت کنن که طلاق کن، طلاق کنی، طلاقت واقع می شود. برای همین برای علاجش فقط میتواند که در مفتیات رفته مراجعت کند، شاید که راه داشته باشد، شاید از دیگر مذهب ها یعنی میگیرن و این زن فتواش میدهند. لیکن این قدر زن خدا ترس باشد، صاحب 3 فرزند، باید که این زن الکی
این شوهر مثال این گونه مینوش باید که یک تربیه میکرد، این گونه زن باید که یگان آداب و اخلاق یک عملهاش نیک میکرد. اقلا برای که همین عرقنوش اصلاح شود یک قرن میکرد خانهشون میرفت، یک ماه 2 ماه نمی آمد، میگفت تو اگر عرق بس نمیکنی. شاید که همین سبب ها قطعی همین انسان از عرقنوشی باز میساد. انشاءالله من شاید یا جمعه آینده یا جمعه آینده دیگرش در باب عرق با شما صحبت دارم که عرقنوشی چی خاصیت ها دارد، عرق فروشی چی خاصیت ها دارد. انشاءالله در این باب با شما صحبت میکنم. زنی کارگر در ساعت 7 سحر باید در کار باشد، در ساعت 5:30 تا 6 بامداد را خانه درست است یا نه؟ برای که در زمستان شبها دراز و روزا کوتاه است. الحال نمی شود. الحال اقلا باید که در 6:15 اگر خواند بسیار نیک می شود. در 6 نخواندنش بهتر است. نماز وقت دارد، این به کار مثال هیچ وابستگی ندارد. اگر 1000 کار بالای ما براید، نماز در وقتش که اگر ادا نکنیم نماز نمی شود. من کار دارم گفتم مثال باید که ساعت 5 سحر از خانه برایم و 5 سحر در بامداد خانم، اون نماز نمی شود. نماز از صبح دمیدن صبح می شود. صبح که دمید الله که نماز بامداد خانین جایز می شود. اقلا 6:15 خواند انشاءالله نیک می شود، دیگر هیچ شک شبهه باقی نمی ماند. یا 6:10 اقلا خواند. اگرچه الحال در 6 هم صبح می دمد، در همون کلندرهایی که داریم در 6 الله که نشان می دهد که صبح می دمد، لیکن بهترش همون 6:10 6:15 باز بهتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام داملای محترم، نماز خفتن را همش را یا ویتر واجبش را خواب کنی ساعت 4 یا 5 شب خوانی درست است. درست است. اگر کسی که مثال شب خواب میکنی از قسم ساعتهای 3 شب میخیزی، 4 شب میخیزی، نماز خفتن تا میخوانی همراه مثال ویتر واجب جایز است، درست است. زیرا وقتی خفتن تا برآمدن تا صبح دمیدن است. تا صبح دمیدن تا ساعت 6 گویم تا ساعت 5:30 گویم اگر که خواند نماز خفتنش صحیح می شود، نماز ویتر واجبش صحیح می شود. و اگر شما خفتن هم که خوانین 4 رکعت فرض خفتن خوانین، 2 رکعت سنت شم خوانین، خواب کنین، ویتر واجبش ساعت 4 5 هم که خوانین می شود. این ویتر واجب از نماز خفتن حساب نمی شود. این نماز جداگانه است. اگر با در اون ساعت ها خوانیم با افضلتر و بهتر است. دویم آدمانی که از عائلهشون یگان نفرشون وفات کند تا 1 سال مگنیتوفون و تلویزیون نمیمانند، این یگان اوبال دارد. البته اوبال است، نمانیم. اگر در مگنیتوفون ها امر معروف مانیم با که ندارد، جایز است. و اگر در تلویزیون شما فقط اگر اخبارش گوش کردن ده، برای گوش کردن اخبارش اگر استفاده برین جایز است، دیگر حالتاش جایز نیست. بسیار نیک می شود. با همین طریق هم از امو بعضی برنامه های نادرست دور می شوین، خیلی خوب است. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم سوال ما را تعجیلا جواب گویید. کاژینکه هایی که بعضی آنها را میگویند که از پوست خوک است چه حکم دارند؟ آیا پوشیدن آنها در داخل نماز یا بیرون از آن روا است یا نه؟ التماس فهمانید. البته در داخل نماز این پوست خوک به سبب طاهر کردن طاهر نمی شود. یعنی در مسئله ها میگوید یکی پوست انسان یکی پوست خوک اگرچه دباغت هم که دهن وای طاهر نیست. یعنی دیگر پوست ها مثل پوست خرس باشد یا پلنگ باشد یا گرگ باشد، همه حیوان ها یا خر باشد، اینا به سبب دباغت دادن الله که طاهر می شود، لیکن پوست خوک نمی شود. از این خاطر اینها را در نماز خواندن استفاده بردن تماما لازم نیست. به نهایت خوب می شود بیرون نماز هم نپوشینش. این خوک یک حرام کرده پروردگار است. اگر شما تقوا داشته باشین بیرون نماز هم نپوشینش، لیکن در داخل نماز تماما نپوشین که با اون لباس نماز خواندن شما درست نمی شود.
السلام علیکم اکای حاجی میرزا. حاجی را با حرف آ نمی نویسند، آجی نمی شود، حقیقتی می شود حاجی. جوانای ما همین قدر قریب به سواد ماندن که حتی که آجی را از حاجی فرق نمی کنند. با سوال ما جواب بگردان. من بعضی حسن خطها را میبینم، صنف 10 هست، صنف 9 هست، باور که آدم غمگین میشود. آخه ما این قدر تأکید میکنیم که شما در مکتب ها اعلاچی باشین، خوشخوام باشین. با سوال ما جواب بگردان. اگر بچه زنا کند با آب غسل کند پاک میشود یا نمیشود؟ اگر شخص زنا میکند، زن باشد یا مرد باشد، بعدی زنا کردن پشیمان می شود، توبه به سوی خدا میکند، میگوید پروردگارا این کاری من کردم خیلی کاری زشت بوده است، خیلی کاری بد بوده است، خدایا از این کردم من به سوی تو پشیمان شدم. ای پروردگار، آخر اگر همین زنی که من با او زنا کردم در جای این اگر خواهری من باشد یک مرد دیگر زنا کند، من خودم را چه تصور میکنم؟ همون کسانی که زنا میکنن باید که در حالت زنا خواهر زنشون پیش چشمشون بیارن که اگر زن شما را یا خواهر شما را ای زناکارها، اگر دیگر بدبختای زناکار زنا کنن چه خیل میشوین شما؟ اگر توبه کند بعد غسل کند از جنابت خالی می شود. لیکن اگر زنا کند و باز گوید که خیلی آینده باز زنا را دوام دادن میگیریم، وای جنوب است، او هیچگاه آب وای پاک نمی کند. وای اگر با آب زمزم که اگر آبازی کند وای پاکیزه نمی شود. این کثافت دائم جنوب است، در حالت جنابت اون قرار دارد. تا اگر توبه صدق به سوی پروردگار نکند و غسل نکند، بدن وای از جنابت پاک نمی شود. در حالت جنابت دیگر خیلی وای حساب کنی خوردنش هم در حالت جنابت است، همراه تو صحبتش هم در حالت جنابت است، هر معامله که میکند وای در حالت جنابت است. السلام علیکم داملای محترم، میخواهم که با این سوال من جواب گویید. یک پای من اینوالید است، پیش در آمدن من درست است یا نه؟ درست است. اگر بغیر این یگان عالمی بهتر نباشد، یعنی اگر در یک عالمی هست که مثال پایش درد میکند یا پایش نیست، یک پای دارد، این گونه اگر امام ها باشند لیکن عالم باشند، اونا با طریق اولا پیش می درآیند. لیکن اگر در برابرشون یگان عالم دیگر وجود داشته باشد که وی درست باشد، سالم باشد، بهترین صورت شامل است که وی از پس این امام نیت کند. یعنی همون امامی که پای درمند دارد، پای مثال رکوع کننده ندارد یا پای ندارد، وی قفا ایستد و این عالم پیش درآرد، این بهترین صورتش. لیکن نباشد، مرحمت و پیش درآید، نماز شما درست می شود. نمازتان درست می شود. دویم، داملایانی که زن و دخترانش حجاب نداشته باشند پیش در آمدنشان درست است؟ درست است. اگر کدام پیشوایی که زنش حجاب ندارد، دخترش حجاب ندارد، یعنی لباسهای بگیم اسلامی ندارد، پیشم که در آید نمازش درست می شود. لیکن در نزد خداوند این گونه امام ها مسئول هستند، این گونه پیشواها در نزد پروردگار جواب این فرزندان بی حیا را می دهند. اگر کوشش ها کرده باشند، تمام راه ها را استفاده برده باشند که اونها به ذمه نگرفته باشند، این حالت در یک حال خوب دارد. لیکن اگر در همون کرده های فرزنداش راضی باشه و با این در مردم امامتی کند، این حالت در امامتیش که صحیح می شود، لیکن در نزد پروردگار گناهگار می شود.
اگر از اون دبا بهتر باشد خوب می شود که وی بیراه شود، یک آدمی باز با تقواتر پیش درآید، این بهتر است. اینا در حالت درست می شوند که ضرورت باشد، دیگر غیر اونها دیگر هیچ پیشوا و داملای وجود ندارد. السلام علیکم داملا مهربان. اولا از درگاه الهی خواهان آنم که عمر شما دراز بادا و در زندگی هتان بردباری ها تمنا دارم. کاش و مثل شما شخصان خاکسار بسیار می بود. و در آخر یک سوال دارم، آیا در قد کوچه ها و گذرها نشستن زن و دختران شرط و درست است از نقطه نظر دین اسلام؟ و فکر من نه. و من مشاهده می کنم که در محله ما شام می گذرد، آنها تا حال پروا ندارند. خواهش دارم با سوال من پرره جواب گردانید. و در آخر از شما تشکر می گویم داملای عزیز، با احترام یک مخلصی دائمی شما. البته اینجا محلش هم ذکر کرده است، شرط نیست محلش، لیکن در همه محله ها این گونه زنهای در قد راه می نشستگی وجود دارد. خوب می شود که اگر در بین ما این گونه مثال موی سفیدهای بغیرت باشد، یا این گونه جوانهای بغیرت باشد که راستی اونها در راست شود، و چگونه که پیغمبر خدا میگوید اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. اگر کدام از شما، گفت از پیغمبر خدا، یک کاری نادرست میبینید، و همه ما و شما کتاب دارد، شما باید که با دست هاتون تغییر دهید. یعنی اگر زنت که باشد رفته از دستش بگیر بگو خانه درو بگو، یا اگر در خانه تو مثال بالای دسترخوان و شیشه های عرق اگر پهن کرده باشند، رسول اکرم میگه اونها را با دست گرفته بیرون خانه پرتاب. یعنی با دستان تغییر دهید وقتی منکرات میبینید، وقتی کارهای نادرست میبینید. لیکن وقتی که این قدرت نداشته باشین، یعنی امروز ما قدرتی را نداریم که اون زن از دستش گرفته و در خانهش پیش کنیم، رسول اکرم گفتن فبلیسانه، با زبانتان شما با اونها صحبت کنید. یعنی راستی اونها در رفته گویید مادری عزیز شام شد، آخی عصر شد، وقتی نماز از طرف خداوند برای این فرستاد که بندگی او را به جا بیاری، رو نماز تخوان، رو فرزند تا تربیه کن، رو خانه تا مثال یک تازه و پاکیزه کن. رسول اکرم گفتن با زبانهاتون با اونها سخن گویید. اگر با زبانهاتون هم نتوانستید، با دلتون اونها را بد بینید، لیکن این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. گفتن یا با دست یا با زبان باید که یک تغییرات در اون معرکه شما درارید. برای همین کدام در کدام محله هست اگر همچنان پیشواها باشد یا این گونه موی سفیدهای بغیرت باشد، بسیارتر این کار موی سفیدهاست. موی سفیدها میتوانند که این کارها را انجام دهند، اونها را کسی ملامت نمیکنند، که وقتی یک جوان اگر گوید او را البته ملامت میکنند. السلام علیکم داملای عزیز، ما از شما یک سوال داریم که جوابش بسیار ضرور است. در مسجد محله ما به جای امر معروف گپ دنیا می رود و به ضمن این عورت خود را نام می گیرند. ملا امام در آنجا نشسته سخنی نمی گوید. التماس جواب قطعی دهید تا به گوش اونها برسد. پیغمبر خدا می گوید سباب المسلم فسوق، کسی یک برادر مسلمان شد دشنام می دهد یا کسی که مثال نامگیر می کند خود وی فاسق است. همان گروهی که این گونه رفتارهای نادرست میکنند، خودشان نام میگیرند، دشنام میدهند، اینا از گروه فاسقان به حساب میروند. مسجد در اصل جای عبادت باید باشد، جای امر معروف باشد، جای تربیه باشد. در بسیاری از مسجدها وجود دارد که فقط و فقط به گپ دنیا مشغولند. مسجدها را آشخانه ها کردگی‌اند، در داخل مسجدها جای خورد و خوراک کردگی هستند، فقط تا بیگاه فقط چه گپشون هم کار و بار همه همسایه داری و مسئله اینها را حل میکنند. در این البته امام گناهگار است. کسی که در همون مسجد پیشوا هست، همه این گناه را سببگار اساسش همون پیشوا است. همه این در پیشوا جوابگر است. باید پیشوا این گناه قوم نگذارد که مثال باید سخنهای بیهوده گویند. برای آن که اونها سخنهای بیهوده نگویند، این امام باید که خودش دائم در بین مردم کتابخوانی کند.
دائم امر معروف و نهی منکر را دائم برقرار و بردوام نگه دارد تا که مسجدها از سخن دنیا خالی شود. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، بعد نماز خفتن نماز قضایی بخوانی ممکن است؟ ممکن است. اگر بعد نماز خفتن قضا هم که خوانین با که ندارد، درست است. السلام علیکم. داملای محترم حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم با سوالهای زیرین من تعجیلا پاسخ دهید. نماز قضا وقت ندارد، کدام حالتی ده که میخوانین خواندن گیرید؟ فقط سه حالتی که نو آفتاب برآمدن و قیام و غروب آفتاب، این همه نمازها من هستند. غیر این کدام حالتی ده حتی بین عصر و شام هم که شما نماز قضایی خوانین جایز است. فقط در مسجد نخوانید نمازهای قضاییتان، در خانه‌تان خوانید. در کتاب‌های فقه می‌آورد که اگر کسی نماز قضاییش در مسجد می‌خواند، این عین بی‌ادبی وی نشان می‌دهد، به خاطر آنکه وی به مردم آشکار می‌کند که یعنی من نماز خدا را قضا کردم، این الحال قضاییش می‌خوانم. یعنی گناهش آشکار کرده ایستاده است در بین مردم. برای همین شما می‌توانید که همون قضاییاتون در خانه‌تان خوانید، این بهتر است. حاضر وقتی کشتی غلدانه هست، در بین آدمان عقیده هست که روزهای 18 19 20 21 ماه دکبر باید غله کاشته نشود، زیرا حاصل نمیدهد. این روزها آفتاب در خانه بوده است. آیا این حقیقت یا اساس علمی دارد یا نه؟ من البته از این مسئله فهمیش ندارم. در باب کاریدن غله که در چیزلت مثال زمان روزهای 18 19 20 21 گویا که آفتاب در خانهش باشد، لیکن این من سوال کردم خیلی از یک آدمی معتبر، یک آدمی که دایر به همه این کارها هست، که گیاهشناس است، و گفت این یگان اساس علمی ندارد. گفت در یکی از مسجدها، انیخترش در مسجد یکی از قشلاق‌های حدود دهنه، روز 18 دکبر روز چله گویان شب نشینی تشکیل نمودند. هر یک عضو مسجد 5 سامانی جمع کرده معرکه خراخوری گذرانیدند. در داخل مسجد امامشان پیشکار بوده است. حالی این گونه امام و قوم آن چه گونه خواهد بود؟ این الحال گفتیم امام‌ها در داخل مسجدها خیر احسان مثال خدایا تشکیل میکنن که چله در آمده است. در اسلام آیا چله را پیشواز گرفتن یگان خبر آمدگی هست؟ و چله می دراید نمی دراید؟ مثال با جمع کردن 5 سامانی، این همش باور کنیم برای شکم سیری است، همه این برای نفس است. در داخل مسجد معرکه خوردن، گپ زدن. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گردانید. ما 2 نفر در یک مکتب میخوانیم که در آنجا شبانه روزی یک جا هستیم و ما نماز میخوانیم. برای ما ممکن است که جماعت کنیم؟ البته جماعت کنیم. رسول اکرم میگوید که اثنان خیر من واحد، 2 نفر بهتر است از 1 نفر. اگر شما 2 نفر هم که باشید باید که با جماعت خوانین. ان شاء الله خداوند ثواب جماعت برای شما نصیب می‌گرداند. علل خصوص به این جوانهایی که باز در کدام مکتبی که شبانه روزی باشن و میخوانن خوش به حالشون، ان شاء الله نماز همون جماعت ثوابش شما میگیرید. داملای عزیز، خدا شما را نگه دارد. شما فکر نکنید که سخنهای شما به تأثیر میماند یا اجرا نمیشود. از سخنهای شما بسیار تغییرات در جوان پسرها و جوان دخترها وجود دارد و حتی معامله مردم، طرز معرکه ها دیگرگون شده است. من یک سوال دارم، آیا شهتاز حرام است یا حلال؟ این ما یک بار گفته بودیم شهتاز حرام است. کسی که مثال در طلب کردن شهتاز حرکت دارد، یعنی این هم یک عرف، یک جاهلیت، یک خرافات است. وقتی یک شه به محله ما و شما میآید برای گرفتن عروسش، پیش راه او را چندین جوانها پیش راهش میگیرن و از او چیکار میکنن؟ پول طلب میکنن. ببینیم پول طلب میکنن، طلب کرده ایستادن. وقتی تو طلب میکنی
کل المسلم علی المسلم حرام عرض و ماله، هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است میگوید پیغمبر. چیش؟ آبرویش، مالش و دمه و خونش. مال مسلمان بر مسلمان حرام است وقتی اگر طلبش میکنه. وای طلب کرده ایستاده است، اینمی قدر پول بر من نمیدهی، مثال ما پیش راه تو را کشاده نمیکنی. یک تله و تاراج، یک غارت کردن است. کدام شما راضی هستین؟ حالتی که همین خیلی حالت به بالاتان میآید، تا 100 سامان 50 سامان طلب میکنن. این هم یک طرز غارت است. این البته به البته حلال نیست. از کجا حلال می شود؟ حلال حالتی است که من یک آدم هدیه میتم، صدقه میتم، وای حلال است. وقتی تو از کیسه وای مجبور از دستش پولی را زده میگیری، آیا حلال میشه؟ یا مثل که شهجت می آید در ما و شما، شهجت است. با چی خاطر؟ یعنی به خاطر که یعنی شما در ساعت مثال 1 یا 2 شهر خانه ماده حاضر کنید. یک کس از طرف عروس اکو شهجت می آید، باید سر پاک کنید. تو این یک طریق تله و تاراج است. یا مثال از بالای همون ماشین ها کرپا فرار گفته و تخت زن و بلا و بتر میگن، همه اینا یک طریق غارت هستند. اینا هیچ کدامش از اسلام ما و شما نیستند. در این پول هایی که شما میدین، در هیچ کدام اینا شما ثواب نمیگیرین. از پشت این شهتاز چندین جنگ ها برپاشیدگی است. چندین جنگ ها. این دشنام کردنش حساب ندارد. در این مسئولن، همون پیشواهای محله مسئولن که همین معرکه ها را باید که وقتی که همون مهمان ها از دیگر محله می آیند، باید پیش رای اونها کشاده باشند. اینا در مسئولیت دارند. اولا السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. بعدا میخواستم با این سؤال من پاسخ عمیق میدادید. آیا با دختری بدخشانی ازدواج کردن ممکن است یا نه؟ از نقطه نظر اسلامی جایز است. اگر دختری بدخشانی ایمان داشته باشد، اسلام داشته باشد، جایز می شود. اگر دختری عرب به ایمان باشد، گرفتنش جایز نمی شود. یعنی همه وقت اسلام شرط است. اگر مسلمان باشد، نه بس وای دختری روس است، وای دختری بدخشانی است، وای دختری کسی نباشد، جایز است. اگر دختری تاجیک ایمانی بر خدا نداشته باشد، وای گرفتنش جایز نیست. در اسلام ملت شرط نیست، نسب شرط نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بزرگترین شما پروردگار میگوید در نزد من نفری هست که از خدا میترسد، نابسته در کدام ملت نباشد. همه ملت برای ما و شما حلال و درست است، با شرطی که از خدا میترسیدگی باشد، ایمانی بر خدا و ایمانی به رسالت پیغمبر داشته باشد. صحیح است، نکاش باکی نداره، به ملت کاری نداره. اسلامی شما به شما سوال داده، میخواهم از شما جواب گیرم. در کتاب خواندم که باید در وقت طهارت کردن رو به قبله نشسته طهارت نمایی. ما در خانه آشیانه‌دار زندگی میکنیم، شرایط رو به قبله نشستن نداریم، چیکار کنیم؟ باز بر زمین این مادر 3 فرزند هستم. 10 سال شد زندگی ام را از شوهر نه خوراک نه لباس ندیدم. از حساب پدر و مادرم زندگی ام را پیش برده ایستادم و بالای همه این باز از همون داروهای سفید میکشد. دیگر حاجت زندگی کردن ندارم، میخوام از او طلاق گیرم. راضی نیست، چی کار کنم؟ راضیگی وای در کارم نیست. خب آدم گیرین کش و آدم عرق نوش چی راضیگی دارد؟ او راضیگی وای لازم هم نیست، وای در قطار آدم ها هم نیست. آخه وای آدم نشمارین شما. صورتت را چی کنم گرچه نداری سیرت، کس به یک جو نخرد این صورتی بی سیرتی. او یک جو قدر ندارد. و شما میتونید با طریق اولا رفته از مفتیات فتوا شگیرین، میدهد برای شما فتوا میدهد. برای بگیره این کش چگونه تو زندگی میکنی؟ نمیشود زندگی کردن. شوهر وظیفه همین است که از خوراک و از پوشاک و از همه تو را تأمین کند. وقتی همه زندگی تو از جانب خاندانت باشد، اون برای تو یک تیار اخر است، چیکارش میکنی؟ باید جوابش دی رود دیگر.
لیکن برای طهارت کردن هر جانبی که برای تو موافق است همون جانب طهارت کن، طهارت صحیح میشه. هر جانبی که برای شما موافق میآید همون طرف البته موافق است. بسیار افسوس است بسیار جوانها اینقدر پیشروی ها شده است، اینقدر بهبودی ها خدا را شکر در این جمهوری ما پیدا شده است، با بزم این کشیدن دارو، خوردن عرق و دیگر آیا حیات برای همین است؟ زندگی مخصوص بهر بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی است. در خوجند همون داملهاش قطعی من صحبت کردم، میگوید که همون پیشوامون فتوا برآورد که اگر کسی که در حالتی همون گروین کشیدن از دنیا میگذرد باید جنازه نمیکنه. همون ملاش برای من گفت اون بی نهایت فتوای بهترین برآورده، کاش که همین فتوا هم در همینجا عمل کنه. آخه اونا جنازه چی دارند؟ اصلش اگر گیری آخه انسان یک حلال مردن دارد، یک پاکیزه مردن دارد. آخه وقتی در حالت گیرین کشیدن از دنیا میگذری، در حالت زنا از دنیا میگذری، در حالت عرق نوشی از دنیا میگذری، آخه ایمان در وجود تو دیگر وجود ندارد. آخه نیست. اگر تمام مولوی های دنیا که آمده تر جنازه کنن، خداوند بالای تو البته به البته عذابش جاری میکنه برای نافرمانی کردنت. داملای عزیز، من در دانشکده عالی میخوانم، در ساعت نماز جمعه امتحان باشد چیکار کنم؟ در حالتی حتی ما برای همه شما جوانها گفتیم که حتی شما در مکتبهایی که میخوانید روز جمعه، شما برای نماز جمعه مکتبها را ترک نکنید، شما درس هاتون خوانین، پر کنین. آمده در خانه خلیفه جمعه که پیشین است، شما پیشین هاتون خوانید. این البته به البته بهتر و خوبتر است. اگر امتحان باشد این باز با طریق اولا عذر هست در شما. امتحان هاتون سپارید و آمده پیشین هاتون در خانه خوانید. یکی ما این قدر مثال در باب مکتب، در باب مثال تبلیغ جوانها به سوی مکتب حرکت ها داریم. باید معلم ها هم برابر ما در همون دخترها و جوان پسرها باید که با دقت باشند. این سخنهای من ترس از معلم ها نیست که من میترسیده باشم از معلم ها، برای که در پیش معلم ها خوب شم و همین سخنها را من مثال از پیش خود میگفته باشم. این سببش ترس نیست، بلکه این یک احترام این جامعه هست، احترام این جمهوری است، احترام جوان ها هست، یک پیشرفت در همین جمهوری ما و شما میشیدگی است. چگونه ای که از رئیس جمهور برآمدهاش بهترین برآمدها را کردن، چه نسبت معارف و چه نسبت تعلیم ها. باید معلم ها وقتی همون دخترها را که میبینن در حالت خیلی ناخوب، همونها را باید که تعلیم کنن، گوین خواهر با این لباسی که تو آمدی ممکن نیست لباس. باید اونها هم معلم ها الحمدلله مسلمان هم که آخر اونها هم باید جوانها را تربیه کنن. اونها باید هیچگاه مثال برای زید مسجد و یا برای نماز خواندن اونها را تبلیغ نکنن، مثال زید مسجد و زید نماز تبلیغ نکنن. این حالت در انشاءالله جوانهای ما و شما خیلی پیشرفت پیدا میکنن. علیکم داملا حاجی میرزا، من یک سوال دارم. در حالتی در روسیه کار کردن در مهلت 1 یا 2 سال نآیم، لیکن رزق و روزی زن و فرزندم را راعی کنم. آنها با همراهی پدر و مادر و برادران می باشند. میدانی که حال آنها خوب است. در مسلمانی چهل می شود که می گویند که 6 ماه پس باید بیایی و ما ساده کرده فهمانید. با احترام مخلصی دائمی شما. این البته از روزی که ما و شما زن نکاح کرده که گرفتیم، وظیفه همه ما و شما الکی فرض می شود نفقه زنهامون، چه از فرزندهامون نفقهشون فرض می شود. لیکن در این مملکت های دوردستی که سال آنها آمدن نمی توانند، اگر از همون
نان و آب و لباس و پول اگر زن و کودکاشون تأمین کنن، این حالت عذر است. یعنی اینها در نزد خداوند مؤاخذه نمیشوند، عذاب داده نمیشوند. لیکن اگر ذره شرایط باشد برای آمدن بعد 1 سال یا بعد 1.5 سال یا بعد 2 سال، باید که آمده از حال زنها با خبر گیرند. یعنی با یک لباسی او را تأمین کردن، با یک شکمی او را سیر کردن، این وظیفه ما تا حال انجام نیافته است. اون زنها البته مثال شوهرشان میفارد، اونها را از شوهرها باید که منفعت گیرند. این طرفشان باید که البته جوانها فکر کنند. چگونه ای که مثال همون جوانی با تقوایی که در همون روسیه میگردد و خیلی در حالتهای وزنین خودش را مثال قپیده می ایستد، تصور کرد که این زن هم در همین حالت وزنین است. باید که از حال زنها خبر گیرند. 1 سال بعد است، 2 سال بعد است، انشاءالله این باز نیکتر و این ثوابتر می شود. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا، من یکی از مخلصان دائمی شما می باشم و به دعا و مصلحت شما احتیاج دارم. پسرم را 2 ماه پیش خانه‌دار کردم و تا حال با زنش خانه‌داری کردن نمی تواند. میگویم بستگی هست. از شما یک دعا و از قوم آمین. انشاءالله امیدی شفا از خدای متعال دارم. با احترام مخلص شما. یعنی این بهترین صورت همین است که همون برادرایی که دعاخوان هستند، دعاهای از سوره های قرآن میخوانند، این گونه جوانها را باید که اونها خوانند. یعنی دعوت کنین پیش ما بیایید، ما شما را توصیه میدهیم. اینها را رفته خواندن در کار. این جین است. انشاءالله بعد خواندن و دور میشود، باز این جوان خانه‌داریش کردن میگیره. خدای مهربان این جوان از این مشکلات خلاص بگردانی و زندگی شیرین و با لذت خدای مهربان نصیب و روزیش بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، من از سخن شما از دنیا با خبر شدم و از شما میخواهم یک چند سوال را جواب دهید. مادر من با حضرت امیر جان قسم خورد که خانه اپام نمی رود، ولی پشیمان شده است، میخواهد که برود. چیکار کند؟ هیچی رفتن میگیرد. و قسم خوردن حضرت امیر جان هیچی واقع نمی شود، گناهگار می شود. خلاص قسم خوردن فقط به خداست. کسی قسم میخورد والله بالله تالله، به خدا قسم، اون قسم کفارت دارد. در غیر پروردگار کسی قسم میخورد و شرکی به خدا آورده است و یا پروردگار این گناه را نمیبخشد. به حضرت امیر جان قسم خوردن، به حضرت سلطان قسم خوردن، به نان قسم خوردن، به شیر قسم خوردن، اینها قسم نیستند. در اینها شما گناهگار میشوید. اینا را چی زیارت های نادرست داشتین که باز مورد قسم قرارشان میتین. اینا قطع قسم نخورین. قسم هم خورده باشد این قسم زدن نشده است، فقط در نزد پروردگار گناهگار شده است. بعد این گناهگار شیدگیش کار نیک کند، خیر احسان کند تا که خدا از این گناهش درگذرد، توبه کند به سوی پروردگار از این قسم نادرستی خوردگیش و خانه همون اپد رفتن گیرد، فرزندش میشود. دوم، به جای دعای قنوت 3 مراتبه سوره اخلاص بخوانی. اگر دعای قنوت ندانی روا هست یا نه، بهترینش همین است که در جای دعای قنوت شما دعاهای آیتهای قرآن خوانید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یک بار همین خوانید بس است. در فتوا هم همین میگوید که دعاهای قرآنی را خوانید، لیکن کوشش کنین که همین دعای قنوت از زیاد کنین. همه گپی به معنی را زیاد کرده تو نیستین. همین دعای قنوت چی است؟ سوم، دعای بعد اذان نمیداند، میگن سوره فاتحه بخوانی میشود. من ندیدم سوره فاتحه را در جای دعای اذان خواندن، لیکن بهترین صورتش همین است که شما دعای اذان خود چه از یاد کنید. کسی این دعای اذان اگر از یاد میکند و میخواند، این حالا در رسول اکرم گفتن واجب شد بر گردن من که این بنده را در روز قیامت ما
شفاعت کنی. کسی اگر دعای اذان اذیت میکنه. چهارم میگویند که بالای کرپچه نماز خواندن مکروه است. مکروه نیست، بالای کرپچه با بهتر است. بالای کرپچه در خانه جای مکروه نیست، اگر با شرطی که همون کرپچه تان نمازی باشد، تازه باشد، با که نداره. بالای کرپچه چی جای نادرست است؟ در بسیاری مسجدات همون زیر پا بی نهایت خنک از کرپچه ها را جمع کرده گرفتن. بگذار در بالای کرپچه مردم نشینند، چی جای گناهش است؟ اکای حاجی میرزا از شما خواهش میکنم که در حق من دعا کنید که خداوند علم اساسی را بر من نصیب گرداند. نه خدای مهربان، دعا میکنیم که این برادرهایی که برای ما سوال ارسال کردن با سبب شنیدنی چندین نفرها شد، خدایا این برادرهای اسلامی را عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع نصیبشان بگردانی و این مادری که الحال جنازش میخوانیم خدایا راحش سفید کلمه طیبه و شهادت بر زبانش خدای مهربان رانده بگرداند و اهل جماعت ما را خدایا از جمیع آفتها بیماریها در حفظ امان خدا نگه بداری. آمین یا رب العالمین. اینجا در چند نفر نامهاش را میخوانیم، در حقشان دعا کنیم. برادرمان حاجی قاسم که همین مسجد ما دائم نماز میخوانند 200 سامانی آورده دادن. یک برادر دیگر ما 300 کیلو سیمنت آوردن. برادرها عبدالفیاض از خرغان تپه 60 سامانی 20 دلار آورده دادن. یک برادر عبدالکریم دیروز 65 سامانی دادن و جیان خان که جان میگفتن از چشمه جوشان است مومن آباد، مادرشون بیمار بوده است، یک در همین مسجد روان کرده است، یک در دیگرش بختیار دو در حاجی دولت روان کرده است. بسیار درهای خوب روان کردن که در حق مادرم دعا کنی که بیمار است. مادرمان گفتن برادر ما استاد سلطان از همین محله تیریزه های آشیانه یکم همش انجام دادن. برادر حاجی تیلا که یک تروبه کلام برای همین مسجد آوردن. این کارگرهای حاجی خال و فقه شیرالی و مختار و دیگرهایی که در این گذاشتن آهنهای بالای همین مسجد خدمت کردند. برادرمان ظفر از مسائل ساختمانی همون طرفی پشدره است هم بالا، اونم بیچاره چند خدمت‌های زیاد کردند. بابای حاجی شاهین که خدمتش بیشمار است، زنشون بیمار هستند، در حقش دعا میکنیم. با صندوق خیریه که روز عید یک مقدار پول افتیده بود برای مسجد بابای ملا حیدر جداش کردن، اون آدم در حقشون دعا میکنیم. و یک برادر ما سید اسلام از مومن آباد 200 دلار ارحال دادن که در همین مسجد صرف کنین. خدای مهربان این خیر احسانها را به درگاهش مقبول بگرداند، دولتشون خدای مهربان زیاده بگرداند و خدای مهربان بنا کردن مسجد که هدیه‌اش حبیبی خدا بشارت دادن که جنت است برای این بنده هایی که در این کار خیر دست درازی میکنن، خدای مهربان اون جنت بر این بنده های نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین.